چرا امباپه تقریبا هیچ وقت با سر گل نمیزنه؟ فصل پیش نزدیک 50 تا گل زد و حتی یه دونش هم با ضربه سر نبود و این اصلا شانسی نیست. خودش عمدن ازش دوری میکنه و هر کاری میکنه وارد نبرد هوایی نشه. میخوام رازشو بهت بگم ولی قبلش لایکو بزن. حالا برسیم به دلیل شوکه کنندش. امباپه واقعا از ضربه سر میترسه و بی دلیل هم نیست، چون تو دوران فوتبالش 2 تا مصدومیت جدی از ناحیه سر داشته. اولی سال 2016 وقتی فقط 17 سالش که برای تیم موناکو بازی میکرد و مستقیم میبرنش بیمارستان. دومی سال 2018 تو پی اس جی یه برخورد شدید با دروازه‌بان داشته و اما تا سه نشه بازی نشه و تو یورو 2024 دماغشو میشکونه و واسه همین از عمد از ضربه سر دوری میکنه. پس اگه امباپه هم دوست داری این پایین براش یه قلب نارنجی بذار.